مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های مرگ مشکوک و عجیب و غریب خانم زهره فکور صبور رو که در تاریخ 10 اسفند ماه 1400 در رسانه ها عنوان شد که ایشون خودکشی کرد و حسابی در فضای مجازی این قضیه جنجال برپا کرد، چرا که یک عده با خرج کردن پول‌های میلیونی اولوش 700-800 میلیون یک شایعی رو در فضای مجازی راه انداختن که امین فردین با توجه به دروغ‌هاش و افشاگری‌هاش از زندگی شخصی خانم زهره فکور صبور باعث شده که ایشون خودکشی بکنه و این قضیه حسابی وایرال شد تو فضای مجازی و توسط بازیگرها و سلبریتی هایی که من افشاشون کرده بودم و چهره واقعیشون رو به مردم نشون داده بودم حسابی این خبر وایرال شد، چرا که بهترین زمان بود برای اینکه بخوان از من انتقام بگیرن. البته من واقعیت رو میگم و طبیعتا وقتی که شما واقعیت راجع به آدم‌ها بگی اونها هم بر نمیتابن و چون چهره کثیف و واقعیشون برای مردم نمایان میشه طبیعتا میخوان یک ضربه رو بزنن. تا بودم همین بوده، هر کسی که حقیقت رو گفته، هر کسی که راست گفته در هر کجای این جهان که بوده خواستن که حقیقت رو کتمان بکنن و با ریاکاری یک چیز دیگه رو به مردم غالب بکنن. یاد یک داستان قدیمی میافتم که میگه که آدم‌ها رو لازم نیست نصیحت بکنی، چون اگه نصیحتشون بکنی بهت فحش میدن، باید بذاری ضربه بخورن و بذاری که تو زندگیشون شکست بخورن، بعد بری باشون همدردی بکنی و بهشون بگی که آره عزیزم من درکت میکنم و چه تا بوده همین بوده. یعنی اگه به آدم‌ها بگی که آقا اینجا فساده، اینجا کثافتکاریه، این تهیه کننده فلانه، این کارگردان فلانه، همه تو رو بده میدونن تا اینکه خودش بره تو دل اون فساده، بره اون فساد سینمای ایران رو ببینه، بره ازش سوء استفاده بشه، بیاد بعد آره بهش بگی که آره من باید همدردی میکنم، میدونم سینما ایران کثیفه فلانه، 20 سال بیا یه کمپین رو بندازیم بگیم میتو نمیدونم فلان 20 بهمان. پس تا بوده آدم‌ها از شنیدن واقعیت زیاد لذت نمیبرن، اونهایی که منافعشون درگیر بوده. اما توی خبرگزاری‌های دولتی و غیر دولتی میخوام به شما بگم که چقدر اینا سیستمشون شلنگ و تخته‌ای و آبدوخیاریه و چقدر فشلن. از خبرگزاری‌های دولتی که بودجه‌های دولتی میگیرن، از فارس و ایسنا بگیر تا این یه سری از خبرگزاری‌های باج بگیر دیگه، نمیدونم تابناک و نمیدونم چیزهای مختلف، خبر اول و همین خبر آنلاین و این چیزا که اینا مثلا میرن دو تا خبر از این میزنن، دو تا خبر از اون میزنن، از این باج میگیرن از اون باج میگیرن، میرن نمیدونم با یه شرکت چای سازی قرارداد میبندن، میگن که فلانی بیا یه 100 میلیارد به ما بده، فرش تیت میزنن که چای گران خواهد شد. از اون طرف شرکت چای سازی میاد 50% چایش گرون میکنه یا میگه که چای کمیاب خواهد شد. از اون طرف اینا هم زرت و زورت میرن چایاشون رو قالب میکنن به جای مختلف. مردم همیشه در صحنه متاسفانه تجربیات بدی نسبت به این قضیه داشتن، تا بفهمن که داره یه چیزی کمیاب میشه سریع میرن میخرن، ولی خب نمیدونن که این حقه همین خبرگزاری‌های کاسب بوده. همین خبرگزاری‌های کاسب هم برای من تا دلتون بخواد تیت زدن. امین فردین عامل خودکشی خانم زهره فکور صبور بوده، امین فردین علت این اتفاق بوده، اون با افشاگریش این کار کرده، چنین و چنان. اما امروز با انتشار یک سند و با انتشار یک برگه شکایت از طرف ورثه خانم زهره فکور صبور آقای مهران مهام که قبلا هم در ویدیوی خودم گفته بودم که ایشون همسر شرعی خانم زهره فکور صبور بودن، به حال صیغه کرده بودن، صیغه هم شرعی میشه دیگه، شکایت کردن و برگه شکایتش هم به دست من رسیده که ببینید علت واقعی فوت خانم زهره فکور صبور چی بوده و چه چیزهایی پشت پرده بوده و اون خبرگزاری ها و اون رسانه های کاسب و اون آدم هایی که ضد من دروغ چاپ کردن و گفتن امین فردین علتش بوده حالا چه حرفی دارن بزنن. تصویر شکایت ورثه خانم زهره فکور صبور رو میبینید. به هر حال سعی کردم اون جاهاییش که احتمالاً مشکل ایجاد بکنه برای افراد رو مارک بکنم و مشکی بکنم که دوستان نبینن. شاکی خانم زهرا مجیدی و آقای مهران مهام هستن به عنوان
همسر خانم زهره فکورصبور. خب همین متن شکواییه ثابت میکنه که افشاگری چند ماه گذشته ما در خصوص خانم زهره فکورصبور چیزی جز واقعیت نبوده. چون یه عده اومده بودن تیز زده بودن که آی امین فردین با افشاگریش باعث این خودکشی شد. حالا ما چی گفته بودیم؟ چون یه عده هم ویدیو ما رو ندیده بودن فکر می‌کردن که حالا مثلا ما فیلم سوپر طرفو پخش کردیم، در صورتی که ما توی اون افشاگری اومده بودیم گفته بودیم که خانم زهره فکورصبور آقای مهران مهام صیغش کرده. بعد یه عده میگفتن همین هم دروغه، یعنی همین رو هم باور نمی‌کردن همین خبرگزاری عبدالخیاری و بقیه پیجا میگفتن دارید چرت و پرت میگه. هنوز ویدیو در کانال یوتیوب پشت پرده هست و هنوز کامنت یه عده آدم همیشه در صحنه هم هست که زیر همون ویدیو فوش دادن گفتن آقا دروغ و چرت و پرت میگی، اصلا خانم زهره فکورصبور ازدواج نکرده، مهران مهام اصلا با یکی دیگه است. یعنی کلا یه عده گردنگیری قطع تعدیل. اما همین متن شکواییه اثبات میکنه که افشاگری ما درست بوده و ما هم هدف این هستش که بتونیم اطلاعات درست و دقیق رو بگیم بهتون. حالا بریم ببینیم بقیه این شکواییه چی هستش. از شخصی به اسم محمد رضا فرزند هاشم شکایت شده. فامیلش رو من اصطلاحاً مشکی کردم که نبینید چون هنوز پرونده تو مرحله بررسیه، چون ممکنه اسامی دیگه هم باشه. اما همین محمد رضا یکی از آدم‌های معروف و مشهور سینما و تلویزیونه. همین محمد رضا کسیه که دوست صمیمی حمید فراهانی راد مدیر تیوی پلاس، همون کسی که به عنوان اولین نفر شایعه دروغ خودکشی خانم زهره فکورصبور توسط افشاگری امین فردین رو مطرح کرد. تیک‌های پازل رو بذارید کنار هم دیگه. خانواده مهران مهام به عنوان ورثه خانم زهره فکورصبور میان شکایت میکنن از یه شخصی به اسم محمد رضا که میگن علت خودکشی این شخص بوده. حالا جلوتر دلایلش هم بهتون نشون میدم. و همین آقای محمد رضا دوست صمیمی حمید فراهانیه و حمید فراهانی میاد یه شخص دیگه‌ای که امین فردین باشه رو عامل خودکشی میدونه. داره تیکای پازل تکمیل میشه. جلوتر بریم. نام وکیل پرونده رو هم میبینید، آقای اسماعیل مردانی و آقای حسین شاهرخی. و جالبه که این متن شکواییه هم کد رهگیری داره، هم تاریخ داره، همه چی داره و دوستان همیشه در صحنه سرچر هم که میتونن با یک استعلام ساده در بیارن که آیا یه همچین شکواییه بوده یا نبوده. اما دلایلشون هم گفتن که شهادت شهود بوده، گواهی وفات بوده، تصویر وکالتنامه بوده و سایر موضوعات. چون میدونید که علت فوت هم من قبلا گفتم خانم زهره فکورصبور به دلیل فشارهای روحی که روش بوده مشروبات الکلی مصرف میکنه، تو خونش الکل پیدا شده بوده و همراه یکی دو تا دارو دیگه و مصرف این داروها با هم دیگه نساخته و علت فوت یا همون حالا خودکشی عنوان شده که در پرونده موجوده. اما متن شکایت چیه؟ برای دادسرای ناحیه 3 تهران. آقا این سند موجوده، فارسی هم نوشته شده. یه سری دوستان رو میدونم همچنان نمیخوان گردن بگیرن این قضیه، اصلا ما با اونا کاری نداریم، دمتون گرم، واسه یه گوشه تماشا کنید. اما اونایی که به دنبال حقیقتن و به دنبال اینن که حقیقت رو بشنون ببینن. گفته که احتراما به وکالت از موکلین سرکار خانم زهرا مجیدی و آقای مهران مهام موروثه مرحوم زهره فکورصبور وارثانش را توجه کردید. آقای مهران مهام به عنوان وارث مراتب شکایت و اعلام جرم علیه شخصی به اسم محمد رضا به اتهامات شهر زیر بیان می‌گردد. یعنی ورثه خانم زهره فکورصبور اومدن شکایت کردن از همین محمد رضا که دوست صمیمی امیر فرانی. خب گفته شده یک خانم مرحوم مغفور هنرمند بازیگر سینما و صدا و سیما به تاریخ 10/12/1400 در محل اقامت خود به نشانی فلان به صورت مشکوک و شگفت انگیز اقدام به خودکشی کرد و به دیار باقی شتافتند. به طرز شگفت انگیز و مشکوک، به این کلمات کلیدی دقت بکنید، هر کدومشون بار دارن در پرونده های حقوقی. مورد دوم گفته که در پی وقوع این واقعه دردناک از جانب برخی دوستان و نزدیکان مطالبی نگران کننده مبنی بر حضور شخصی به نام همین آقای محمد رضا در زندگی خصوصی مرحومه
فکور صبور مطرح گردیده. یعنی دوستان و نزدیکان میدونستن این شخص در زندگی خانم زهره فکور صبوره، اما همون دوستان نزدیکان خانم زهره فکور صبور فردای این اتفاق استوری میذارن که امین فردین عامل این اتفاق بوده. به دروغ. همون دوستان مفبر زنده‌کش مرده پرست که به محض اینکه یه شخصی میمیره از زمان قدیم تا الان مد بوده، میرن پشت اون طرف و شروع میکنن میگن آخه فلانی این کارو کرده اون کارو کرده. از این صحبت دوستان و نزدیکانش میدونستن و گفته شده. مطالبی مطرح کردیده که در نهایت حکایت از اخاذی، بردن طلا و جواهرات و تهدید به بردن آبرو و شرف با تهیه فیلم و عکس از روابط خصوصی داشته است. در متن شکوایه عنوان شده که این آقای محمد رضا فیلم و عکس خصوصی داشته، همون فیلم سوپر داشته و تهدید میکرده خانم زهره فکور صبور رو. حالا جزئیات پرونده رو الان براتون باز میکنم. بهش گفته بوده که من ازت فیلم سوپر دارم، اگر میخوای اینو پخش نکنم باید به من پول بدی، طلا بدی و جواهرات بدی. و مدام هر دفعه 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون تومان از زهره فکور صبور اخاذی میکرده به خاطر داشتن این فیلم ها و عکس ها. فیلم ها و عکسایی که در زمینه همین پرونده با همین کد رهگیری هم هست که اصلا قابل پخش نیست. و یه دفعه فکر میکنن که ما اصلا این چیزا رو پخش میکنیم، مثلا در رسانه مثلا خط قرمز هم پخش کردن همچین چیزا، یک بارم سابقه نداشته ما پخش بخوایم بکنیم. نه من نه بقیه اصلا نمیتونیم پخش بکنیم. فیلمه هست اگه بخوام پخش کنم همش رو شطرنجی بکنم. حتی میشه به تیکه‌هاش هم اشاره کرد و نشونتون داد. ولی میخوام به شما بگم که خود ورثه خانم فکور صبور میگن یه شخص دیگه فیلم سوپر از خانم زهره فکور صبور تهیه کرده، فیلم و عکس ازش تهیه کرده و اخاذی میکرده و فشار روحی اومده به خانم زهره فکور صبور و نتونسته دووم بیاره و پایان داده به زندگیش. ادامه بدیم. گفته شده که پس از بررسی موضوع با همکاری ورثه یا آن مرحوم، همسر قانونی و شرعی جناب آقای مهران مهام از تهیه کنندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که میباشند نسبت به کسب اطلاعات بیشتر ظرف 3 ماه، ببینید 3 ماه تحقیقات کردن، اقدامات مجرمانه متهم طی یک سناریوی از قبل طراحی شده کشف گردید. اقدامات مجرمانش سناریو بوده دوستان، یعنی سناریو کرده بوده برای این اخاذیه، از قبل دوربین کاشته بوده، از قبل میدونسته چی کار بکنه و حالا جزئیات بیشترش هم جلوتر به شما میگم. که اظهارات شهود به شرح پیوست در تایید مراتب عنوان شده میباشد، یعنی شهود دارن، شاهد دارن و سند مدرک دارن و این شکایت رو تنظیم کردن. هرچند برخی از افراد به عنوان مطلع و متهم در این فرایند نقش مؤثری داشتند، با توجیهات حاضر و همکاری نشدند که اسامی آنها جهت احضار و بازجویی تقدیم می‌گردد. بله، یعنی یه شخصی که گفتن که سندش هم هست، فیلم عکس گرفته و از اسناد مدارکش هم هست و یه سری افراد هم که کلا گردن نگرفته. مورد بعدی گفته که این در حالیه با عنایت به مراتب با حفظ محرمانگی اسرار و حساسیت امر و تصمیم جدی ورثه و خانواده مرحومه فکور صبور در پیگیری و تعقیب قضایی و مجازات اشد برای متهم که ضمن رابطه نامشروع و سوء استفاده های غیر اخلاقی و اخاذی عامل اصلی در خودکشی موروث موکلین محسوب می‌گردد. تکرار می‌کنم یکی رو. گفته که ضمن رابطه نامشروع، سوء استفاده های غیر اخلاقی و اخاذی و عامل اصلی در خودکشی. توجه بکنید، خود ورثه‌اش، خود خانواده‌اش، خود مادر خانم زهره فکور صبور، همسرش میگه که آقا یه شخص دیگه عامل اصلی بوده، اما رسانه‌های آبدوخیاری به مال پول بگیر فلان و بیسان و پیج‌های زرد به دروغ گفته بودن امین فردین عامل خودکشی بوده. و پایان گفته که تقاضای پیگیری دارم از مقام محترم قضایی و ضمن انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس و بازجویی‌های فنی و تخصصی از شهود و مطلعین و متهمین توسط مأموران خبره میخوام که دستور رسیدگی رو انجام بدن. میخوام به شما بگم که با سند ما به شما نشون دادیم که ورثه خانواده زهره فکور صبور اثبات کردن که یه شخص دیگه عامل خودکشی شده. اما همین آقای محمد رضا 24 ساعت، در کمتر از 24 ساعت
از فوت خانم زهره فکور صبور میاد 700 میلیون تومان به پیج‌های زرد و حمید فراهانی پول میده. پرینت حساب بانکی حمید فراهانی میتونید چک کنید در اون تاریخ ببینید چه پولی وارد حسابش شده. در تاریخ 10/12/1400 تا 15/12/1400 یعنی به واسطه 5 روز خودش و خواهرش پرینت‌های حسابشون رو بگیرید مشخص میشه که چه پول‌هایی وارد حسابشون شد. از تاریخ 10/12/1400 تا 15/12/1400 پرینت حمید فراهانی و خواهرش زهرا فراهانی رو بگیرید و متوجه بشید چه پول‌هایی وارد حسابشون شده. 700 میلیون تومان پول وارد حساب اینها میشه که اینها برن به پیج‌های زرد به دروغ بگن که عامل خودکشی این آقای محمد رضا نبوده، امین فردین بوده و از اون طرف سلبریتی هایی که منم راجبشون واقعیت رو گفتم این خبر زرد رو وایرال کردن و حسابی این قضیه در فضای مجازی پیچید که امین فردین بوده که اون محمد رضا بره گوشه و ذهن‌ها رو منحرف بکنه به یه سمت دیگه که کسی نفهمه اون چه کثافتکاری کرده و فیلم سوپر از خانم زهره فکور صبور گرفته. زهرا امیر ابراهیمی یادم افتاد و فیلم سوپر گرفته از خانم زهره فکور صبور. اما از اون طرف مهران مهان بابا خودش این کار است جایزه بگیر همه رو بر میزنه. بعد از فوت خانم زهره فکور صبور گوشی تلفن خانم زهره فکور صبور رو میبره آزمایشگاه و توی آزمایشگاه چت ها و پرینت های SMS ها نشون میده که خانم زهره فکور صبور با افراد مختلفی دوست بوده. خدا رحمتش بکنه، با اون کاری نداریم. اما یک مورد مشکوک رو توی گوشی خانم زهره فکور صبور پیدا میکنه. در چت های واتساپ فیلم و عکس و تصاویری رو میبینه که در اون همین آقای محمد رضا فیلم و عکس سوپر خانم زهره فکور صبور براش فرستاده و گفته بوده که ببین اگه به من پول ندی این فیلم و عکس‌ها رو پخش میکنم، آبرو شرفتو میبرم، پول طلا هر چی داری باید بدی. و پول گرفته از خانم زهره فکور صبور و از اون طرف هم خب به حال این پولا رو گرفته بوده، خدا میدونه چقدر تیغ بوده، یه پول خرج کرده که تو فضای مجازی یه خبر دیگه وایرال بشه. اما من یک جمله پرتکرار دارم، میگم که زمان بهترین قاضیه و من 24 ساعت بعد از این اتفاقات مثل یک پرونده باز کاملا این سناریو رو میدونستم. من با خانواده خانم زهره فکور صبور صحبت کردم و به دلیل شرایط روحی نامناسب نمیخواستن اون موقع مصاحبه بکنن. با افراد نزدیک خانم زهره فکور صبور صحبت کردم و همه اون افراد این موضوعات رو تایید کرده بودن. اما این تیکه از صحبت من شعبش به افرادی میخوره که فکر میکنن با دروغ میتونن امین فردین رو تخریب بکنن. میتونید آدمای دیگر رو تخریب بکنید اما منو نمیتونید، چون من رسانه دارم. من میام تو رسانه‌ام واقعیت رو به مردم میگم و زمان بهترین قاضیه و زمان نشون داد با این شکوایه و با سند و مدرک‌ها نشون داد که اصل واقعیت چی هستش. حالا تا دلتون میخواد برید شروور ببافید تو رسانه‌ها، چون امین فردین راستو میگه، چون امین فردین حقیقتو میگه سنگینه براتون، تلخه براتون، چون منافعتون درگیر میشه. یه اسم پیج زرد و اینا هم گذاشتید تنگش که فکر کنید با این قضیه میتونید قضیه رو ماسمالی بکنید. دوست دارم اون کسانی که این ویدیو رو میبینن بفرستن برای افرادی که همیشه میگفتن امین فردین دروغ میگه، چون یه سری از طرفدارایی که من دارم و یه سری از مخاطبایی که من دارم و دمشون هم گرم، وقتی مثلا یه تیکه از ویدیوی من، یه تیکه از صحبت‌های من، یه تیکه از پست‌های من استوری میکنن، یه عده آدم حالا نمیدونم چی، من سریع بهشون دایرکت میگم که این آدم دروغگو چرا چیز میکنه، این عامل خودکشی خانم فکور صبور ایکس و زد بوده. این ویدیو رو برای همونا بفرستید و ازشون توضیح بخواید، بگید حالا چی جواب دارید بدید. اون کسایی که اومدن دروغ زدن، اون کسایی که اومدن چرت و پرت گفتن، آیا الان میان قضیه رو واقعیشو بگن؟ نمیگن، چون پول رو گرفتن دیگه، دایورت شده دیگه. اما هر روز با اثبات این اتفاقات میدونید همیشه میگن اگه همه مردم این جهان جمع بشن و بخوان شما رو تخریب بکنن، خدا نخواد این اتفاق نمیفته. اگه همه مردم جهان بخوان شما رو بالا ببرن و خدا نخواد شما میاد پایین. این هم داستان این آدماست. همه این اتفاقات باعث شد که اون حاشیه باعث بشه که مخاطبای من بیشتر بشه، اون حاشیه باعث شد که دنبال کننده های من بیشتر بشه و اون حاشیه باعث شد که افرادی که تشنه شنیدن حقیقت هستن یه بارم اسم امین فردین به گوششون بخوره، بیان ببینن کیه اینایی که دارن میگن. بعد من میگم نه واقعا اتفاقاتی هم هست. حالا اینایی که اومدن فحش دادن به خواهر و مادر من، اونایی که اومدن توهین کردن به خواهر و مادر من، اومدن زیر پست‌های من تو دایرکت من فحش دادن، با انتشار این سند چی میتونن بگن؟
با انتشار این طرح شکایت که وارث‌ها و نفرات اصلی خانواده ذوالفقار صبور عامل خودکشی رو شخص دیگه میدونن، اونایی که به من فحش میدادن الان چی جواب دارن بدن؟ من صبورم، صبر میکنم و زمان بهترین قاضیه و اسناد بیشتری در این خصوص و در این پرونده به زودی بیرون خواهد اومد. در هر صورت مرسی که با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید برای ما کامنت بذارید، حتما ویدیو رو بفرستید برای اون کسایی که میگفتن امین فردین دروغ میگه. ممنون از شما.